روز بخیر بینندگان عزیز، در آغاز یک هفته کاری برایتون برای کار و روزگاری خوش می‌خواهیم و چون همیشه در این لحظه ها سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. در این گفتار در برابر چند خبر مهم روز همراه از موضوعهای اصلی برنامه اخباری آزادی آگاه میشویم. امروز درباره ملاقات نوبتی هیئت‌های اوکراین و مسکو میگوییم که قرار است بار سوم صورت گیرد. همچنین میبینیم که در پی جنگ اوکراین پروازها از تاجیکستان به روسیه تا کجا تغییر یافتند و مردم و مهاجران تاجیک چه حال دارند. درباره آن هم میگوییم که امامعلی رحمان در مورد بالا بردن مقام زن در جامعه چه برنامه‌هایی را پیشنهاد کرده است و البته که موضوع قرب سامانی و روبل روسی را هم داریم. قرار است امروز هیئت‌های اوکراین و مسکو دیگر باره ملاقات کنند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که روز 6 مارس تلاش برای به جای بخطر کوچ دادن مردم غیر نظامی از شهر محاصره شده ماریوپول به نتیجه انجامید. در این باره دیوید ارخمیا، یکی از مذاکره کنندگان اوکراینی، روز 5 مارس در فیسبوک خبر داد. بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین در روز 24 فوریه، هیئت‌های دو کشور مذاکرات انجام دادند، ولی سازش آتش‌بس آنها برای راهگشا با مردم غیر نظامی بی‌ثمر بوده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه و مقامات اوکراین یکدیگر را بر راه ندادن غیر نظامیان برای ترک ماریوپول متهم کردند. در این شهر در ساحل بحر سیاه 10,000 نفر بند ماندند و می‌خواهند به جای امن بگریزند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت آنها گزارش‌های معتمد درباره حمله به مردم غیر نظامی را دیدند. بیننده عزیز، در ادامه برنامه درباره روز 12 جنگ در اوکراین گزارش‌ها داریم و از جمله درباره فرار هزاران اوکراینی به اروپا میگوییم. بیشتر شدن تاثیر و عاقبت‌های جنگ در اوکراین با اقتصاد تاجیکستان و زندگی مردم تاجیک و تغییر یافتن نقشه‌های آنها گزارش دیگری برنامه خبری است که تا 3 ساعت دیگر تقدیم شما می‌شود. بعد جاری شدن تحریم‌ها بر ضد روسیه برای جنگش در اوکراین، حالا چندین پرواز از تاجیکستان به شهرهای روسیه قطع و نرخ بلیط از برخی شرکت‌ها بالا رفت. همینطور بانک‌های کشور هم با تاجیکان در روسیه گفتند که تا چند روز دیگر نمی‌توانند از کارت‌های ویزا استفاده برند. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، گفته است که حکومت برای بالا بردن مقام زن و تعیین آنها در مقام‌های رهبری برنامه نوی مخصوصی آماده می‌کند. در پیام تبریکی امامعلی رحمان بخشیده بر روز مادر که امروز 7 مارس نشر شد، آمده است با مقصد اجرای هدف‌های استراتژی ملی رشد تاجیکستان برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبر از حساب زنان و بانوان بالیاقت برای سال‌های 2023-2030 تهیه می شود. او گفته است که حکومت برای جلب دختران به تحصیل آماده کردن کادرهای بلند اختصاص توجه اولین درجه ظاهر می کند. با گفته حامیان حقوق زنان، با وجود قبول برنامه‌های زیاد، زنان در جامعه تاجیکستان مقام مناسب ندارند و فقط 24% کارمندان دولتی زنان هستند. عین زمان خشونت و زورآوری به زن همچنان یک مشکل جدی در کشور باقی میماند و سالانه 10 زن از جبر و ظلم شوهر و یا خویشاوندان خودکشی میکنند. اگر فرصت رسید، گزارش دیگر از یک مراسم در سفارت افغانستان در تاجیکستان داریم که در آنجا بعضی از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان شرکت و سخنرانی کردند. در آنجا درباره حقوق زن گفتند و هم درباره وضع افغانستان که با آمدن طالبان به قدرت در آنجا در ماه اوگوست سال 2021 احوال اقتصاد و زندگی مردم بسیار بد شده است. در پایان برنامه درباره قرب سامانی در برابر اسعار خارجی میگوییم. بانک ملی روز 7 مارس تا لحظه آماده شدن این برنامه 1000 روبل را برابر به 91 سامانی مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی کشور 1000 روبل تا این لحظه با ارزش از 88 تا 90 سامانی خرید و از 90 تا 119 سامانی فروخته می شود. بانک ملی قرب 1 دلار آمریکایی را 11 سامانی و 30 درم و 1 یورو را 12 سامانی و 34 درم معین کرده است.
خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو در برنامه اخباری آزادی انتظار باشید. این برنامه ساعت 17 به وقت دوشنبه و 15 به وقت مسکو نشر می شود. تا دیدار در 3 ساعت دیگر. خدا نگهدار.